بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلات و سلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. بسیار بسیار خوش اومدید. سلام و صد سلام خدمت شما خوبان، شمایی که ما را همراهی میکنید در شناخت نامآوران سرزمین فارس، اون ستاره های درخشانی که منطقه ما رو به همه جهانیان شناساندند و همه جهان و کتابخانه های بزرگ جامعه اسلامی، دانشکده های بزرگ جهان سرزمین ما رو میشناسند با نام نیاکان ما، اون افرادی که در علم و اندیشه، در ساختار فکر بشری سهم بسیار بزرگی رو داشتند. امروز میخواییم از امامی سخن بگیم از منطقه بلوچستان و از امامی که مایه فخر محدثان هست و استاد وارسته علم حدیث، حضرت امام ابو داوود سلیمان ابن اشعث ابن اسحاق ابن بشیر سجستانی. ایشان در منطقه‌ای که امروز در ایران به استان سیستان و بلوچستان معروف هست، در سال 202 یعنی ابتدای قرن سوم متولد شدند و امام ابو داوود از سجستانی یا سیستانی یا بلوچستانی بهتر بگیم، ایشون در همون ابتدای زندگیشون تمایل بسیار زیادی در کودکی به آموزش داشتند. بچه بسیار زبر و زرنگ و باهوش و زیرکی بودند که در پی علم و دانش رفتند و تونستند با نجابتی که دارند از اساتید بزرگترین اساتید علم حدیث اون زمان متأثر بشن، از امامانی چون امام بخاری و امام احمد و امام النسائی بهره ها بردند از علم و اندیشه این بزرگواران و سفرهای بسیاری داشتند برای کسب علم و اندیشه. ایشون از علمای عراق، علمای خراسان قبل از اون و علمای سرزمین شام اون روزگار و علمای مصر بهره علمی فراوانی بردند. در محضر اساتید بزرگواری چون ابا عمر الضریر و مسلم ابن ابراهیم و احمد ابن حنبل و عبدالله ابن مسلمه و عبدالله ابن رجا و ابوالولید طیالسی و احمد ابن یونس و ابا جعفر و خیلی ها دیگر نشستند، به حجاز رفتند و از علمای حجاز هم بهره ها بردند. بیشتر عمرشون رو در بصره سپری کردند و در سال 275 یعنی نیمه دوم قرن سوم در بصره چشم از دهان فرو بستند. حکایت زیبایی دارند که چرا به بصره رفتن. یه روزی که ایشون در کمال همون پارسایی که زندگی میکردن در خونهشون، اون خونه زهد و تقوا بودن، که ولیعهد اون روزگار ابو احمد الموفق، ولیعهد خلیفه عباسی، اومدن به خانهشون. کسی در زد و ایشون در روا کردند و ولیعهد تشریف آوردن. بله چه خبر جناب شما و این وقت روز و اینجا؟ گفتند که بله امام بزرگوار، من برای 3 خواسته اومدم خدمت شما و امیدوارم که دست رد بر من نزنی. بعد از اون فتنه بسیار بزرگی که صورت گرفت که مشهور است در تاریخ به فتنه زنج، شهر بصره که یک شهر علمی و شهر بسیار مهمی بود در تاریخ مسلمان ها، از بین رفته بود. باید این شهر رو باری دیگر رونق داد و این شهر رو زنده کرد. حالا چطور این شهر رو زنده کنیم؟ شهری که به علم و اندیشه باید شناخته بشه و یک سببی باشه، یک دانشگاهی باشه که اهل علم و اهل دانش به این شهر به اصطلاح این رو قبله خودشون کنند و به اون شهر بیان. از ایشون خواستند که شما به بصره برید و در اونجا یک دانشگاه بزرگی، یک مرکز علمی بزرگی تشکیل بدید و شروع کنید به تدریس و نام و آوازه شما که در جهان پیچیده است
باعث خواهد شد که مردم بچه هاشون رو برای تحصیلات به اونجا بفرستند و بصره از سر نو زنده بشه. یعنی زندگی بصره و بصره شدن بصره، بعدها دانشگاه بصره که با دانشگاه کوفه در رقابت شدید بود، در اون زمانی که بعدها نیشابور سر بار آورد که نیشابور رو میگفتن بصره کوچیک، یعنی نیشابور اینقدر بصره به پیشرفت کرده بود که نیشابور با اون هیبت علمی که داشت در بین علما و در بین دانشگاه ها و دانشجویان به عنوان بصره کوچک شناخته شده میشد. این بصره یکی از اسبابی بود که ولیعهد از ایشون خواستند که به اونجا منتقل شن. و مورد دوم اینی که به اصطلاح فرمودند که شما برید اونجا، من فرزندام رو میفرستم تا کتاب سنن رو از شما بیاموزند، کتاب احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. در اون روزگار منوال بر این بود که خلفا فرزندانشون رو خوب تربیت میکردند تا از نظر علمی از سطح بالایی برخوردار باشن. همیشه هم در اون سطوح ابتدایی خلفای بنی العباس و قبل از اون خلفای بنی امیه میبینیم که همه خلفا یا غریب اتفاقشون افراد دانشمند و تحصیل کرده و اهل علم بودند که از مدارک علمی بسیار بالایی برخوردار بودند و این هم دلیل اون بود که به اصطلاح خلفا به فرزندانشون خوب میرسیدند و بهترین اساتید رو به اصطلاح میخواستند که بچه‌هاشون رو تدریس کنند. مورد سوم که ازشون خواسته بود، سبب سومی که گفتم من اومدم خدمت شما و خونه شما، اینه که شما اگر لطف کنید یک کلاس خاصی برای فرزندان من و فرزندان امرا و به اصطلاح پادشاه و اینا بذارید. ایشون گفتن که اما اینی که من به بصره برم و بصره رو زنده کنم، باش میرم اونجا و دانشگاهی رو تأسیس میکنم و کار علم و اندیشه رو اونجا فروغ میدم، اما اینی که به اصطلاح تدریس کنم و فرزندان شما و دیگران رو تدریس کنم، بله، اما اینی که من کلاس های خاصی بذارم برای فرزندان شما و من بیام به اصطلاح بچه‌های شما رو تدریس کنم، اینو نمیتونم بپذیرم. چرا که گفتن که اما الثالث فلا سبیل الیها لان الناس شریفهم و وضیعهم فی العلم سوا. این درخواست سومتون رو میتونم قبول کنم، چرا که همه مردم فقیر، مردم پولدار، همه در مقابل علم یکسانند. حالا دیگه همه درس برای همه است، مکتب و دانشگاه برای همه است، هیچ ویژگی کسی بر دیگری نداره، ویژگی رو خود فرد میسازه، خودش هست که با زحمتش با تلاشش میاد به اصطلاح سرآمد دیگران میشه. امام ابو داوود و به اصطلاح در ابتدای تاریخ به اصطلاح قرن سوم هستیم، نوشتن و تألیف فروغ پیدا کرده و زیاد شده. ایشون هم تألیفات بسیار ارزنده‌ای رو به جا گذاشتن. از مهمترین کتابایی که ایشون به جا گذاشتن کتاب دلائل النبوت هست، کتاب تفرد فی السنن هست، کتاب مراسیل هست، کتاب المسائل التي سئل عنها امام احمد، کتابی که به اصطلاح مسائلی که امام احمد ازشون پرسیده شده، کتاب ناسخ و منسوخ، و کتابی هم در زهد دارند، کتابی در بعث دارند، تسمیت الاخوه و کتاب‌های دیگه‌ای که بسیاری از این کتاب‌ها متاسفانه مخطوط بوده در یک زمانی و برخی ها هم شاید از بین رفته و به دست ما نرسیده. مهمترین کتاب ایشون که خیلی ها اون رو شرح و تفسیر کردن که بزرگترین شاهکار علمی ایشون باشه، سنن ابو داوود هست. سنن ابو داوود رو حضرت به سلام خطابی در کتابی به نام معالم السنن اومده و شرح داده. سیوطی هم در مرقات الصعود
این رو شرح داده. عبدالهادی سندی هم کتاب فتح الودود علی سنن ابی داوود رو نوشته و این کتاب رو شرح داده. شمس الحق عظیم آبادی عون المعبود رو نوشته و این کتاب رو شرح داده و شمس الحق عظیم آبادی باز هم غایت المقصود رو فی حل سنن ابی داوود نوشته. دو تا کتاب گذاشته، یکی عون المعبود که این یکی از این کتاب هاست، عون المعبود در شرح علی سنن ابی داوود هست، یکی از کتاب‌هایی است که سنن ابی داوود رو شرح و تفسیر کرده. حالا این کتاب چرا اسمش سنن هست؟ حالا کتابی به اصطلاح احادیث رو ما مثلا میگیم صحیح بخاری، نمیگیم سنن بخاری، یا سنن امام مسلم میگیم صحیح امام مسلم. این روندی رو علما در اون زمان در پیش داشتن، میگفتند آقا حدیث یعنی اون کلام پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و فعل پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، یا اون چیزی که پیامبر دیدن و اون رو پسندیدن یا حرفی نزدن و یا توصیف کردن، خب این شد به اصطلاح حدیث. خب سنن چی رو میگید؟ میگفتند که سنن یعنی اونی که ما بیاییم از احادیث یک احکام و قوانینی رو استنباط کنیم. این احکام و قوانین برگرفته از به اصطلاح احادیث هست، این رو میگن سنن. حالا بعضیا مثل به اصطلاح کتاب الرسالة المستطرفه به اصطلاح از کتانی میگن که آقا در اصطلاح کتاب‌های حدیثی اون کتاب‌هایی که بر مبنای به اصطلاح ابواب فقهی که به اصطلاح باب رو اسمش رو گذاشته مثلا باب الطهاره یا کتاب الطهاره، کتاب الزکات، کتاب الحج، همون ابواب فقهی رو که به اصطلاح ترتیب احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رو بر مبنای موضوعات فقهی جمع آوری کرده، این کتاب رو اسمش رو میذاریم سنن. چرا؟ چون که این کتاب میاد در واقع به ما نشون میده که آقا مثلا شما میخواید چطور وضو بگیرید، خب کتاب وضو هست، یه بابی رو خاصی شو اسمش رو میذاریم باب وضو در کتاب عون المعبود به اصطلاح یا سنن ابی داوود. وقتی نگاه کنیم در فهرست همینجوری هست که به اصطلاح یک کتاب به عنوان مثلا کتاب وضو گذاشته شده، در زیر این عنوان وضو همه احادیثی که شیوه وضو گرفتن رو به ما آموخته اونا رو آورده. خب یعنی چی؟ یعنی اینی که ما وقتی که این کتاب‌های سنن رو میخونیم دیگه نیازی نیست که فلان به ما بگه که چطور نماز بخونیم، چطور وضو بگیریم، چطور. خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وجود دارن که دارن به ما میآموزند که چطور حجمون رو بکنیم، چطور نمازمون رو بخونیم، در هر قسمت از نماز یا احکام دیگه فقهی که هست در معاملات، در همه اینها ما چطور به اصطلاح دینمون رو بگیریم. یعنی یک روندی که این علما گذاشتن که فرد دانش آموز خودش میتونه این ملکه رو به دست بیاره تا احکام فقهی خودش رو، نیازهایی که در زندگی داره، خودش مستقیما از کلام الله مجید و از احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم بر بگیره. و احادیثی رو که هم آوردن خودشون میگن که من چیکار کردم، در این کتابش اومد امام ابو داوود حدود 4800 حدیث رو جمع آوری کرد در انتخاب این که به اصطلاح ایشون 500,000 حدیث در اختیار داشتن، از 500,000 حدیث 4800 حدیث رو انتخاب کردن و به اصطلاح در کتاب سننشون قرار دادن. و برای در نامه‌ای که به اهل مکه هم نوشتن اومده خیلی جمله زیبایی که به اصطلاح شرح میده که در این کتاب من چیکار کردم. فرمودن فهذه الاحادیث احادیث السنن كلها فی الاحکام، همه این احادیث کلها فی الاحکام، همه این احادیثی که من اینجا آوردم در احکام هست. فاما احادیث کثیره فی الزهد والفضائل و غیرها من غیر هذا فلم مخرجها. اونجا احادیث دیگه ای هم در باب عرفان و در باب زهد و فضائل و اینا بود که اونها رو من نه آوردم، فقط کتاب اسلام. حالا درجه این احادیث چه هست، چه رتبه‌ای دارن، چقدر اهمیت دارن، اومده است که از امام ابو داوود که میگه که من در این کتابم صحیح و آنچه صحیح هست و نزدیک به صحیح رو آوردم.
اون احادیثی که توش ضعف هست، احادیث درستی نیست، توش موردی هست، اون رو من ذکر کردم که این حدیث مشکل دار هست. من اینجا آوردم که اگر در روایتی دیگه و به شیوهی دیگه به اصطلاح نیاز جای دیگه پیدا شد این قوی میشه و الا میدونیم که این حدیث مشکل دار هست. و ما لم اذکر فیه شیئا فهو صالح. اون حدیثی که من هیچ نگفتم که این حدیث ضعیف هست یا صحیح هست یا چیزی در موردش هیچی نگفتم، اون حدیث به این معناست که قابل اعتماد هست و درستی هست. وقتی هم نگاه میکنیم محققون وقتی نگاه کردن همه اون احادیثی که امام ابو داوود سکوت کرده و چیزی در موردش نگفته یا احادیث صحیح هستند یا احادیث حسن هستند یا احادیث ضعیفی هستند که میشه به اونها استناد هم کرد بنا به روایت هایی که این ور اون ور هست، به اصطلاح اون حدیث رو قوت میبخشه. به هر حال این فن خاص اهل حدیث هست و متخصصان در حدیث که اونها میدونن چطور از کتاب ابو داوود بهره برداری کنن و چطور این احادیث رو به اصطلاح ازشون استفاده کنن. و امام به اصطلاح ابو داوود با اون شیوهی که انتخاب کردن در واقع مقدمات و پله‌های اولیه علمی رو گذاشتن، پای ریزی کردن که بعدها به علم جرح و تعدیل شناخته میشه. علم جرح و تعدیل و علم رجال به اصطلاح در تاریخ بشریت یک علم و دانش بیمانندی هست که تا امروز علما و اندیشمندان بشر موندن که در اون زمانهای ابتدایی چطور عقل انسان مسلمون به این درجه رسید که به اصطلاح یک کار بسیار شاخصی رو انجام دادن که بسیار حائز اهمیت بود برای مسلمان ها. اون کاری که امروز مثلا به اصطلاح ثبت و احوالها در کشورها به اون نرسیدن هنوز، که به اصطلاح می اومدن یک شخص رو معرفی میکردن، چه وقت به دنیا اومد، چه وقت از دنیا رفت، کجا به دنیا اومد، کجا وفات کرد، کی رو دید، چه علمایی رو در محضر اونها به اصطلاح تدریس کرد و چه به اصطلاح کسب علم کرد و چه شاگردانی رو تربیت کرد، فلان شاگردش رو از چه سالی تا چه سالی داشت، فلان عالم رو کجا دیده بود، در آخر عمرش چطور بود، و کی تألیف نوشته بود، چطور احادیث رو میخوند، آیا از روی کتابش حدیث رو میخوند یا از حفظش میخوند، اگر همه این ریز و درشتی که برای افراد تک تک افراد تا وقتی که ما احادیث رو از اونها میگیریم بدونیم که این فرد چه جایگاهی داره در قضیه علم جرح و تعدیل، یک کار بسیار ویژه‌ای و یک تخصصی که جهان اسلام در اون تخصص بیمانند هست و تا الان تاریخ بشریت به اون افتخار میکنه. علم جرح و تعدیل و علم رجال که از علوم ویژه مسلمان ها و از علوم متخصص در جانب حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هستند. و وقتی هم میگردیم در کتاب‌هایی یا مذاهب که در مثل در راه سبز شدن، مثل خوارج و مثل برخی از متصوفه ها و برخی از متشیعه ها، اینا میبینیم که اونها در این باب مشکل دارند، چون که علم جرح و تعدیل ندارند یا علم رجال ندارند. واسه همین هم هر حدیثی، هر آدمی، هر کسی از این ور اون ور پیدا شده یه دروغی بسته و گذاشته، این براشون دین شده و واسه همینه که در دینشون میبینیم که اضطراب و جزر و مدهای زیادی هست و تناقضات بسیاری رو در مذاهب خودشون دارن. امام ابو داوود یه جمله بسیار بسیار زیبایی میگن که حائز اهمیت هست. ایشون ابوبکر ابن داسه از ایشون روایت میکنن که گفتن که کتبت عن رسول الله 500,000 حدیث، من از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 500,000 حدیث رو تونستم بهش برسم. و انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب، من از این 500,000 حدیث اومدم 4,800 حدیث رو انتخاب کردم که گذاشتم توی این کتابم. و در این کتاب که احادیث صحیح رو آوردم، احادیثی که شبیه صحیح هست در صحت یه مقداری. حالا چرا میگن شبیه صحت، ما یقاربه و فلان و مصطلحات علم حدیث رو
استفاده نمی کنند، چون که این مصطلحات بعدها ساخته شد، حسن و حسن غیری و نمیدونم فلان، این مصطلحات بعداً ساخته شد. اما ایشون در همون ابتدا به اصطلاح میفرمایند که حدیث صحیح رو آوردم، حدیثی که شبیه صحیح هست آوردم، حدیثی که نزدیک به صحیح هست آوردم، اون حدیثی که توش مورد داره اون آوردم و گفتم که چه موردش چه هست و همه اینها. اما میفرمایند که برای انسان مسلمون اگر 4 حدیث رو به اونها عمل کنه به هدف رسیده. 4 حدیث هست که اگر ما به اینها عمل کنیم یعنی شد هدف رسیدیم و به اصطلاح کافی هست برامون. میفرمایند که یکی از این احادیث حدیث انما الاعمال بالنیات هست. اون چیزی که نیت میکنی اون عملت برآورده میشه و اون چیزی که نیت میکنی اون مدار و میزانی هست که کار شما را در پیش خداوند ارزش میده یا فاقد ارزش میکنه. بر حسب نیت شما اجر و پاداشتون رو از خدا میگیرید. حدیث دوم من حسن اسلام المرء ما ترکه ما لا یعنی، از زیبایی و حسن اسلام یک مؤمن این هست که اون چیزی که به اون ربط پیدا نمیکنه اون رو رها کنه، خودش رو به اون چیزی که به اون ربط پیدا نمیکنه مشغول نکنه و این یکی از علامت‌های مسلمون و انسان مؤمن درست هست. و حدیث سوم اینی که لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یرضی لاخیه ما یرضاه لنفسه، و مؤمن درست نمیشه مگر اون چیزی که برای خودش میخواد رو برای برادرش هم بخواد. برای برادر مسلمونت همون چیزی رو بخوای که برای خودت میخوای. این حدیث سوم. و حدیث چهارم الحلال بین و الحرام بین و بین ذلک امور مشتبهات، حلال درست واضح و روشن هست، حرام واضح و روشن هست، همه میدونن حلال چی است حرام چی است، حتی یه حیوان میدونه که حلال و حرام چی است. گربه رو وقتی چیزی رو میدزده میره دور میخوره میدونه که حرام هست، وقتی که خودت بهش میدی کنار خودت میخوره و تشکری هم میکنه میدونه حلال هست. و بین حلال و حرام با یک فضایی هست که چیزهای تو شک هست، نمیدونیم آقا درست هست نیست، مکروه تحریمی است، مکروه تنزیه است، فلان هست فلان. میفرمایند که حلال درست واضح هست، حرام واضح است و در فضایی که تو شک هست در اون فضا نرو، نزدیک نشو. این علامت یک مؤمن واقعی است. میفرمایند این 4 حدیث رو اگر کسی بگیره دیگه به هدف رسیده و یک مسلمون درستی شده. این بود به اصطلاح امام ابو داود سجستانی از سیستان و بلوچستان خودمون و این زحمتی که ایشون کشیده بودن، یکی از فراورده های منطقه خودمون و یکی از افتخارات این سرزمین. امید است که عزیزانمون در سیستان و بلوچستان این رو درک کنند و بدونند که نیاکانشون چه انسانهای وارسته‌ای بودند و چه انسانهای مؤمن و متقی و چگونه تونستند خودشون رو با خداشون و با سنت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و قرآن انس بدن و تونستند چون این شاهکارهایی رو به تاریخ بشریت تقدیم کنند. و شمایی که فرزندان این بزرگواران هستید میتونید چون این ستارگان درخشان آسمان علم و اندیشه و آسمان تاریخ بشریت شما نیز بدانید.